سلام دوستان، متاسفانه روزا اکثر گاوداریا به تب برفکی گرفتار شدن که با اینکه دوز واکسن انجام شده بازم این مریضی حاکم شده به دامدار و گاودار. سعی کنید که با ضد عفونی کردن جلو این ورود بیماری به گاوداری بگیرید، ولی اگر احیانا دچار شدید جای دام و گرم نگه دارید به هر وسیله که هست، چون دچار تب میشن و تب لرز میکنن. ولی کسایی که واکسن زدن مرگ و میرشون کمتره یا شاید اصلا نباشه. خیلی بیماری بدیه، خدا به داد دامدار برسه. واقعا خدا به داد دامدار برسه. دامدار یا باید توانایی داشته باشه دامش نجات بده یا توانایی داشته باشه تو این بازار بد خوراک تامین کنه. امیدوارم هیچ دامداری دچار این بیماری داخل گاوداریش نشه که واقعا خسارات سنگینی داره. اون سمت اصلا درگیر نشدن هنوز، ولی سمت راست باکس یه باکس کامل درگیر شده. از گاوای شیری هم امروز 8 تاش درگیر شده. انشالله که زودتر از گاوداریمون بیرون میره و دامان نجات پیدا میکنه.